کاری تن بده. افغان ها ثروتشون از کلیت عربستان بیشتره. ببین یه لیتیومشون معادل ذخایر نفت عربستانه. بعد تازه اونا تو بیابون و رمل و کویرن، اینا هر جاشه که دست میزنی ثروته. سنگ معدن، سنگ آهن، سنگ مس، ارزم بزرگ، لیتیوم، باریوم، تمام فلزات، الماس، طلا. من معادن رو دیدم که شما طلا رو با دست برمی‌داشتی. زمردی داره که از زمرد کلمبیا به مراتب گرونتر و بهتره. یاقوتی داره که از یاقوت برمه گرونتره. ببینید میخوام بگم چی بگم، تمام سنگای جواهری که تو دنیا شما بخواید فکرشو بکنید در افغانستان هست. مرمری که او داره هیچ کجا نداره، یشمی که داره هیچ کی نداره. ببینید آمریکایی برای همین اومدن. شما میدونید معادن رو در قور دارن حفاری کردن به صورت سری و مخفیانه و افغانستان رو مترصد تجزیه‌اش. اگه افغانستان تا الان کاری نتونستن بکنن که راه به بیرون نداره، موهات در خشکیه. خب اینا نیاز داره. همین در شورابک اینا یک پایگاهی زدن که من در یکی از پایگاه تاکتیکی اونجا تصادفی وارد شدم و اینا متوجه نشدن آمریکایی اول. بعدم اونجا که سفیر ایران اونجا اومده در دوور. بعد در این شورابک اینا تحت عنوانی که دارن فرودگاه رو میبرن زیر زمین، اون زیر لیتیوم حفاری میکردن میبردن. میگم اینا آمریکایی‌ها میگه 2 تریلیون دلار هزینه کردن، هر چی تونستن غارت کردن، به قول افغانی‌ها چور کردن بردن. بعد یه مردم رو آوردن در این وضعیت گذاشتن و میگن که فقیرن. شما اینا رو به این وضعیت انداخته. مردم افغانستان میتونن به همه دنیا صدقه بدن. یه همچین مردمی هستن و چرا دارن؟ شما کال کن نگاه کنید، این ماده اولیه پودر بچه است که در آمریکا استفاده میشه. بعد شما نگاه میکنید این رو دادن دست چی؟ دادن دست داعش. به داعشی ها گفتن شما اینجا اینم سرمایه‌تون و شما برید اینو ما از طریق پاکستان میبریم آمریکا، بعد برید شما بمبگذاری کنید انتحار کنید. خیلی بازی کثیفشون روشنه که دارن چه کار میکنن. مردم افغانستان به اعتقاد من امروز در بالاترین سطح هوشیاری هستن که میلیون هاشون در ایرانن. امروز دیگه فرق بین ایرانی افغانی نیست و آمریکایی خواهند دید که این مردمی که امروز در این سطح از شعور سیاسی و دریافت در واقع تکنیکی قرار گرفتن چه ها خواهند کرد. ولی تو با توجه به اینکه خب کشور افغانستان همونطور که فرمودین کشور ثروتمندیه به لحاظ منابع، حالا با این وجود آمریکایی‌ها ظاهرا یه مبلغی هم از اینها بلوکه کردن. این مبلغ چقدر است و چرا؟ ببینید آمریکایی‌ها بالاخره از هر اهروی سعی میکنن برای فشار به مردم افغانستان و حرکت دادن اونها روی اون نقشه راهبردیشون علیه منطقه و ایران استفاده کنن. خب الان مسئله طالبان اومده، طالبان منابع مالی نداره. بودجه یک ذخیره ارزی بانک مرکزی داشت در امریکا به میزان 10 میلیارد دلار که این رو بلوکه کردن به بهانه‌ای که اینها ما به رسمیت نشناختیم این پول رو نمیدیم. اما به نوعی تو یک ترفند دیدیم اینا از همین 10 میلیارد هم نگذاشتن، 5 میلیاردش رو آقای بایدن اعلام کرد که میخوایم بدیم به قربانیان ماجرای 11 سپتامبر. چه ربطی داره به مردم افغانستان؟ یعنی این از هر ترفندی دارن استفاده میکنن که اینم به نظر من یه جنایت علیه بشریت باید باشه، چون الان یه چیزی در حدود میگن میلیون ها بچه زیر 7 سال گرسنن و نیاز به غذا و دارو دارن. بیش از 24 میلیون نفر نیازمند کمک فوری غذایی هستن. این اسم این یه نوع جنسایز دیگه، یه نوع جنایت علیه بشریت دیگه. چه فرق